به کفش‌های پادشاه هخامنشی توجه کنید. کفش‌های سه‌بندی شما رو یاد چی میندازه؟ بله درست، آدیداس. شاید براتون عجیب باشه اما واقعیت اینه که دو برادر آلمانی که شرکت آدیداس رو تأسیس کردند از کفش‌های هخامنشیان ایده اولیه گرفتند و کفش‌هایی با مدل هخامنشیان طراحی کردند که باعث استقبال مردم و مشهور شدن آنها شد. ما ایرانی‌ها الگوی همه مردم جهان هستیم، اما خودمون رو دست کم میگیریم و الان اگه بخوایم این پست رو لایک کنیم یه چیزی ازمون کم میشه. برای آشنایی با تاریخ خودت پیج تاریخ مدرن رو فالو کن. به کفش‌های پادشاه هخامنشی توجه کنید. کفش‌های سه‌بندی شما رو یاد چی میندازه؟ بله درست، آدیداس. شاید براتون عجیب باشه اما واقعیت اینه که دو برادر آلمانی که شرکت آدیداس رو تأسیس کردند از کفش‌های هخامنشیان ایده اولیه گرفتند و کفش‌هایی با مدل هخامنشیان طراحی کردند که باعث استقبال مردم و مشهور شدن آنها شد. ما ایرانی‌ها الگوی همه مردم جهان هستیم.